سلام عزیزای دل، خیلی خوش اومدین به چنل ما. من فاطمه و داداشم علیه. این اولین چالشی که میخوایم بریم، چالش پاستیل معروف، ولی ما به یه سبک متفاوت میخوایم بریم و البته یه سورپرایز هم داره. خب داداشمون اصلا در جریان چالش نیست، من توضیح میدم چون که ما متفاوتش کردیم. یکی از این پاستیلایی که اینجا قرار داره آب لیمویه. بله، بقیه همه عادیه. حالا روال کار چیه؟ یکی یکی میخوریم. اینجا برعکسه، یعنی هر کسی که اولین آب لیمویی رو بخوره برنده است و اونی که آب لیمویی رو نمیخوره مجازات میشه. یه دونش، یعنی با یه دونه رو بخوری تا ببری. یه دونه نه، یکی یکی میخوری تا اونی که آب لیمویی رو بخوری دیگه. خب اگه نفر اول آب لیمویی رو بخوره برنده است. خب همراه ما باشین. مجازات داریم. یکی قرار خیلی خوشگل تر شه. شروع کنیم. من یا تو؟ سر کاغذ قیچی. سر کاغذ قیچی. سر کاغذ قیچی. سالم. خب سالم. آب لیمویی نبود. بله. آره. همه شروع میکنم. خوش خوراکه خیلی. طول میکشه. من بخورم. میخوام من فقط تست کنم. تست کن. این هم میچرخونم که فکر نکنین که هماهنگ شده است. صورتش خوشمزه. خب چون رنگی نخوردم. کلا 2 تا رنگ. 3 تاست. پسرها هیچ وقت رنگا رو بلد نیستن. صورتی، یاسی، سفید. این هم صورتیه. نه نبود. معلومه. دنبال آب لیمویی نه نبود. خداش شکر. نبود. بخور. خبری اینی. بود؟ خدایش؟ برنده میتون تست کنیم ببینیم هیچ کدوم آب لیمویی نیست. خبر میذاریم بعد تو بخوری. مجازات. همیشه خانم برندن. خانم مجازات من چیه؟ قطعا برندم همیشه. و حالا به مجازات ما خوش اومدین. قراره که خیلی خوشگل باشین. قبل از کلیپ هم رفته همون داداشم. الان مجبورش میکنیم که دوباره بره همون. آماده؟ صورت یکم. صورت کامل. خب با دست به مالی ببرم. نه من خودم میبرم. نمیره توش. آماده؟ جور. نه کامل. بمان خوشگل. کله پیشونی. بده کو خونه رو نابود نکن. و همچنان داره میخوره. مرسی که همراه ما بودین. چنل ما رو داشته باشین. کلی چالش‌های خفن داریم براتون. قراره کلی بخندونیمتون. کلی قراره که تنبیه شن بقیه. بله. حالا ممکنه به ما بخوره. زمین گرده انشالله. من که نمیترسم از تنبیه، ولی میبینید که کی برنده است. حتما با ما همراه باشید. خداحافظ.